این احوال را در رود تبلای که از شهر کولاب می‌گذرد می‌بینید. جایگاه دم خوردن ظرف‌های پلاستیکی در این رود نزدیک به همان. روز به روز حجم آنها می‌افزاید و تشویش برخی‌ها باز بیشتر می‌شود. همه موسری روی دینا در یا می‌بینیش. یا او چای می‌کردم او خود می‌کردم. تاش همه دیدی اوزی نبرات شیدگی. مردمی که در نزدیکی این رود زندگی می‌کنند سواحل آن را به پرتوگاه تبدیل دادند. خلق هم مردم هم تراتور هم موسرا پرتو دیگه هم اگون جونم. ساکنان می‌خواهند نظارت اداره‌های مسئول در اینجا تقویت یابد. باور ندارند آنها از این وضع آگاه نیستند. رای مرکزی شهرش خیلی میبینم چوره دانشه نمیشود. هر به مسئولیتشون مسئولیت هیچ نمیکنن. ناظران محیط زیست در شهر کولاب میگویند رود تبلای همیشه زیر نظر آنهاست. چند نفر هم برای ویران کردن قانون جزا گرفتند. 28 شهروند و 2 تا کارمند خواجگی کمونالی نظم مخازن حکومتی شهر کولاب را جریمه‌ای کردیم. مقامات میگویند تیز تیز رود تبلای را از پرتوها تازه میکنند. در 9 ماه آخر زیاده از 300 بار در اینجا معرکه های تازه کنی تشکیل کردند. پرتوهایی که در سوی تبلای بود جمع‌آوری نموده با پرتوهای مرکزی بوده انتقال دادند. مردم به این اظهارات مسئولین محیط زیست با شبهه می‌نگرند و عکس آن را نقل میکنند. دوره سال 2010 بعد همین سیل آبخیزی شدید. یک بار بعد از سیل تازه کردم تمام 10 سال شدیدم. بجز درون و ساحل رود تبلای در دیگر جاهای کولاب هم چنین پرتوگاه‌های خودجوش را می‌بینیم. تاجیکستان از کشورهایی است که در مسئله کارکرد پرتوهای پلاستیکی به دشواری‌ها روبروست. به اعتراف مقامات منطقه‌ها حتی توان جمع‌آوری پرتوهای یک روزه را ندارند. برخی از ساکنان کولاب میگویند چند بار تلاش کردن از هر جا پرتافتن ظرف‌های پلاستیکی جلوگیری کنند اما نتوانستند. نه زورشان به بزرگی این پرتوها رسیده است و نه دادشان به درگاه مسئولین.